به نام خدا، احمد نجفی هستم، مدیرعامل شرکت نساجی ساویس دیلیجان. شرکت نساجی ساویس از سال 1390 فعالیت خودش رو شروع کرده. تولید کننده الیاف کاتن تایپ های تناسیتی مورد مصرف در صنایع نساجی و پوشاک. شرکت الیاف ساویس اولین تولید کننده تخصصی الیاف کاتن تایپ های تناسیتی در ایران می باشد. گروه صنعتی دیلیجان شامل 4 شرکت زیرمجموعه تولید کننده عایق‌های رطوبتی، الیاف مصنوعی و نخ مصنوعی و شرکت بازرگانی. اگر یه رزومه از نساجی ساویس بخوام عرض کنم خدمت شما، بالغ بر 12 ساله که تولید کننده الیاف مصنوعی به صورت تخصصی کاتن تایپ در ایران هستیم. ما بالغ بر 2 سال هستش که پروژه ریسندگی نساجی ساویس دیلیجان استارت کردیم. با توجه به ماشینالاتی که وارد صنعت شده و بروز شدن، کیفیتمون رو در حد کیفیت جهانی داشته باشیم. از نظر کیفیت کاملا میتونیم رقابت با سایر کشورها داشته باشیم. در آینده نزدیک محصول جدیدمون رو روانه بازار میکنیم که نخ 100% پلی‌استر اسپان هست. به امید خدا امیدوارم که بتونیم این زنجیره رو در سالهای آینده تکمیل کنیم.